رفتینی که سوال میپرسید. خب من فقط جواب میدم دیگه، بعدش سوال بندازید روش. خوبه؟ خب الان کتابه چه ربطی داره به این تابوته؟ بعد اینجا وایسا، این حس میکنم در مورد نوزادیه. بعد میگه یه مسیری رو میگذرونی بعد میمیری. ها زگهواره تا گور دانش بیجون. زگهواره تا گور دانش بجو. باریکلا باریکلا. موافقم باش، ولی خب یه چیزی هم هست، اینکه نه دقیقاً وقتی میگیم دانش حالا منظورمون علم آکادمیک باشه یا همچین چیزی. من سواد رو بیشتر دوست دارم توی اون جمله بخوایم به کار ببریم، مثل اینکه چیزای جدید یاد بگیریم، تجربه‌های سازنده که باعث میشه زندگی بهتر و قشنگتری داشته باشیم. به نظرم کسب دانش جدای از این که از طرف حالا کتابای دینی، از طرف بزرگا و بالاخره آدمایی که میشه گفت به جایی رسیدن توصیه شده، به نظر خودم میتونه رو اخلاق و سبک زندگی تاثیر داشته باشه، هرچند که اگر کسی پول نداشته باشه. یعنی رشته‌ای که من هستم حقوق میخونم، کلا باید اینجوری باشه که از همون اولش باید بخونم تا آخرش. اما به نظر من واسه بقیه صدق نمیکنه، چون که بالاخره آدم تا یه جایی باید بخونه، ولی از ادامه به بعدش دیگه به استراحت نیاز داره. من همچین نظریه دارم.